سلام، علی محمد یاوری هستم، مدرس و طراح برنامه‌های کاربردی تحت نرم افزار اکسل. در ادامه مباحث مربوط به کاندیشنال فورمتینگ، گزینه بعدی که مربوط به تاریخ هست فقط تاریخ میلادی را پشتیبانی می‌کند. برای همین صرف نظر می‌کنیم گزینه آخر از Highlight Cell Rules Duplicate Value. شما با گزینه Remove Duplicate در تب دیتا آشنا شدید که موارد تکراری را حذف می‌کند. فرض کنید شما فقط می‌خواهید بدانید موارد تکراری چیست، نمی‌خواهید حذف کنید. از این گزینه Duplicate Value را انتخاب می‌کنیم. خب دو حالت دارد. یک، داپلیکیت موارد تکراری را برای ما مشخص می‌کند. یونیکیو مواردی که تکراری نیست برای ما مشخص می‌کند. هر کدوم از این دو اطلاعات را خواستید انتخاب می‌کنید، می‌بینید که موارد تکراری برای ما رنگ شدن. اینجا خب دو مورد تکراری کنار هم است، ولی مثلا 1237 ممکن است که 100 ردیف 200 ردیف پایین تر باشد. یونیکیو دقیقاً برعکس است. مواردی که تکراری نیستند را برای ما مشخص می‌کند. خب گزینه اول از کاندیشنال فورمتینگ یعنی هایلایت سل رولز که قوانین و شرایط کلی بود به پایان رسید. گزینه بعدی را داریم Top/Bottom Rules. این دیتا بر روی اعداد کار می کند. Top 10 items 10 عدد بزرگ. شما یک محدوده از اعداد دارید، از بیشترین به کمترین اگر سورت کنید به صورت شخصی 10 عدد اول برای شما مشخص می شوند. این گزینه بدون سورت خودش براتون پیدا میکنه. 10 عدد بزرگ را برای شما هایلایت میکنه، ولی شما میتونید تو پنجره‌ای که باز میشه تعداد را بیشتر یا کمتر کنید. مثلا من میخوام بگم 110 عدد بزرگتر را برای من هایلایت کن که توی این اعداد 2666 هم قرار میگیره. یا مثلا فقط 5 تاشا میخوام که 5 عدد بزرگتر من مثلا یکیش 2989 هست. پس Top and /Bottom گزینه اول Top 10 items 10 عدد برتر که ما میتوانیم تعدادش را در تنظیمات تغییر دهیم. سایر گزینه‌ها در جلسه بعدی بررسی می شود. موفق و مؤید باشید.